مشکل در این است که ما طبقه علمای ما جداگانه فعالیت میکنن، سیاسیون ما جداگانه فعالیت میکنن، احزاب ما جداگانه فعالیت میکنن. اما بذارید واضح تر بگیم، اما مثلا در ایران همه این حکومت، علمایشان، سیاسیونشان، دیپلمات‌هایشان، همه اینها از باب عقیده کار میکنن. شما تصور بکنید مثلا سفیر ایران در تاجیکستان یک بسیجی معتقد دیندار شیعه ملتزم است، در حالی که سفیر بقیه کشورهای اسلامی، حالا من نمیخوام تک تک آنها را نام ببرم، سفرای بقیه کشورهای اسلامی در پی عیاشی، شراب نوشی، فسق، فجور، در پی این چیزا هستند. چون که متاسفانه ما در سراسر جهان یک کشوری نداریم که در آن کشور، این کشور بر اساس عقیده اهل سنت، بر اساس احتمام به مسلمان ها و بر اساس برادری و اخوت بنا شده باشد و بر اساس اعتقاد و ایدئولوژی کار بکنند. برعکس حکومت ایران که از هر بابی وارد می شود. مثلا از باب ما فارسی زبان هستیم، فرهنگ ما یکیست، همه ما فارس هستیم، از این باب وارد میشن. منتها هدف اصلی چی است؟ نشر و پخش افکار و اعتقاداتشان. از باب سیاست وارد می شوند، گرچه گاهی اوقات دین و همه چیز را قربان مسائل سیاسی خود می کنند. به طور مثال اگر کمی برگردیم به عقب، حزب نهضت اسلامی در اوج قدرت سیاسی و نظامی در افغانستان پایگاه داشتن، فعالیت داشتن. مردم افغانستان از اونها استقبال میکردن چون اونها رو از خودشان میدانستن. اما طی یک معامله‌ای که بین ربانی و مسعود و تعدادی از سران به اصطلاح تاجیک تبار افغانستان و حکومت ایران، دیدید که حزب نهضت اسلامی رو فروختن به روسیه و اونا رو مجبور کردن که به یک توافقنامه صلح ذلتباری که سرنوشتش امروز ما میبینیم در تاجیکستان، که نه نامی از حزب نهضت ماند، نه نامی از علما و دعوتگران ماند، همه رو گله‌میش جمع کردن. و این یک توطئه بسیار بزرگی بود که هم سران بعضی از احزاب جهادی در افغانستان و هم حکومت ایران به خاطر مصالح سیاسی و نظامی خودش، چون که حکومت روسیه شرط مانده بود که اگر که این مبارزین تاجیک از افغانستان برچیده نشود پایگاهشان، نیروگاه اتمی بوشهر را برای ایران نمی سازد و این یک جنجال و مشکل بزرگی برای حکومت ایران ایجاد میکرد، چون هدفش رسیدن به سلاح هسته‌ای است. به همین دلیل بود که حزب نهضت و مجاهدین نهضت و همه اینا رو قربان کردن به خاطر مصالح شخصی خودشان. لکن متاسفانه ما نداریم همینطور یک حکومت هایی که یعنی به عنوان یک پروژه ایدئولوژی به اهل سنت بنگرن و در کنار اونها بیستن و از حقوق آنها دفاع بکنن. اما چیزی که امروز خاصا در این قضیه اخیری که در تاجیکستان رخ داد، همه دنیا رو امروز رابطه علمای مسلمان در این مورد بیانیه‌ای نشر کردن و از حقوق خواهران تاجیک دفاع کردن. تعداد زیادی از علما، شخصیت‌های مهم در این مورد صحبت کردن. اگر حکومت‌ها نباشن، اگر سیاستمداران نباشن و اگر مصلحت اندیشای دیگری که یک روز ما رو فدای مسائل سیاسی و اقتصادی خود بکنن، اونها نباشن، الله با ماست و قلب‌های مؤمنان و مسلمانان با ماست.